سلام، میخوایم در مورد اهمال کاری و یا تنبلی صحبت کنیم. سوالی که پیش میاد اینه که آیا اهمال کاری همون تنبلیه؟ جوابی هم که داره اینه نه، تنبلی با اهمال کاری متفاوته. تنبل ها اصلا نمیخوان کاری رو انجام بدن، ترجیح میدن استراحت کنن، هدف ندارن، انگیزه ندارن، تمایل به انجام اون کار خاص ندارن، ترجیحشون بیشتر استراحته یا یه کار دیگه است تا یه کار سخت. اما اهمال کارها در واقع هدف دارن، انگیزه دارن، تصمیم دارن که یک کاری رو انجام بدن و نتیجهش رو ببینن. وقتی یک کاری رو انجام میدن و نتیجهش رو میبینن و نتیجهش مثبته، از انجام و سرانجام اون کار لذت میبرن، ولی کارها رو به تعویق میاندازن. اهمال کاری یعنی به تعویق انداختن کارها. اینکه ما چرا اهمال کاری میکنیم؟ حالا ما چرا کلا اصلا اهمال کار هستیم یا کارها رو به تعویق میاندازیم؟ اولا که همه انسان ها اهمال کاری رو تجربه میکنن، بسیار هم زیاد تجربه میکنن و اصلا تمایل به تعویق انداختن کارها دارن. چرا که انسان به طور غریزی دوست داره که وضعیت موجود رو به طور ثابت حفظ کنه و کلا دوست داره انرژیش رو ذخیره کنه بیشتر به طور غریزی. پس بنابراین خیلی از ماها اهمال کاری رو تجربه کردیم یا تو طول روزمره بارها وسوسه میشیم که کارهامون رو به تعویق بیاندازیم. اما چرا اهمال کاری میکنیم و اینکه ما چگونه میتونیم با این اهمال کاری مقابله کنیم براتون در ادامه توضیح میدم. من اومدم اول افرادی رو که بیشتر اهمال کاری میکنن یا اینکه کارها رو بیشتر به تعویق میاندازن، یعنی این رفتار توشون پرتکرارتره، رو به 3 گروه تقسیم کردم که اول این گروه ها رو براتون میگم. گروه اول در واقع همون کمالگراها هستن. کمالگراها خیلی اهمال کاری میکنن یا کارها رو به تعویق میاندازن، از یک مکانیزمی استفاده میکنن به اسم مکانیزم مانع تراشی که از طریق این مانع تراشیه میان چیکار میکنن؟ کارها رو به تعویق میاندازن. حالا چند موردش از این مانع تراشیه رو براتون مثال میزنم. مثلا یه مکانیزم دفاعی مانع تراشی دارن که میگن که ما هنوز آماده انجام این کار نیستیم، کافی نیستیم، کامل نیستیم برای شروع کردن این کار. شروع میکنن با آموزش دیدن و احساس میکنن باید بیشتر یاد بگیرن. دوره‌های آموزشی خیلی زیاد میرن، بعضیاشون شروع میکنن به مهارت آموختن، دوره‌های یادگیری خیلی زیادی رو میبینن و بعد از مدت‌ها میبینن که هیچ کاری که نکردن، هیچ، فقط درگیر تعداد زیادی دوره‌های آموزشی شدن. یه مکانیزم دوباره مانع تراشی دیگه‌ای که افراد کمالگرا زیاد ازش استفاده میکنن اینه که دنبال یک فرصت مناسب میگردن. همیشه میگن الان زمان مناسبش نیست، زمان مناسبش شروع میکنم. حالا من که مثلا من که دارم میرم فلان سفرمو برم برگردم، میره از سفر برمیگرده، بعد میگه الان عروسی دختر خالمه یا مثلا فلان دوستم داره میره از ایران، بذار کارایمون رو انجام بدم، بعد از اون میام دوباره کار رو شروع کنم، توی فرصت مناسب کار رو شروع کنم، ولی هیچ وقتم زمان انجام اون کار نمیرسه. یه مکانیزم مانع تراشی هم هست توی کمالگرا که تو ایران خیلی ازش استفاده میکنن. اینه که وضعیت ثبات نداره توی این مملکت، هر روز با روز دیگه فرق میکنه. مثلا ممکنه که اقتصاد یه تغییراتی بکنه، یا مثلا ممکنه که اینترنت قطع بشه، خودم کارشون رو با این مانع تراشی شروع نمیکنن. یه مانع تراشی دیگه هم دارن، اینه که ما باید بیشتر در موردش فکر کنیم. شروع میکنن بالا پر دادن این فکرشون، در موردش فکر میکنن، این طرحشون رو زیر و رو میکنن، بالا پایین میکنن، بستش میدن، بهش چیزی اضافه میکنن، ازش چیزی کم میکنن و در واقع هم بیشتر بهش فکر کردنه که باز هم کار به تعویق میفته و کاری اصلا انجام نمیشه. پس کمالگراها گفتیم از مانع تراشی زیاد استفاده میکنن برای اینکه کارشون رو به تعویق بیاندازن، چون دنبال یک چیز بسیار کامل هستن و احساس میکنن که اگر کامل نباشه در واقع با شکست مواجه شدن و از این مانع تراشی استفاده میکنن تا اون شکسته رو نبینن. اما گروه دیگه ای که باز اونها هم کار رو زیاد به تعویق میاندازن افرادی هستن که اضطراب بالایی دارن، مضطرب‌ها کلا اگر بخوان یک کاری رو شروع کنن براشون اضطراب آوره. چرا؟ چون شروع یک کار در واقع براشون مسئولیت داره
مسئولیتی که روی دوششون میاد و این مسئولیت میاد چیکار میکنه؟ سطح اضطرابشون رو بالاتر میبره، بنابراین ازش فاصله میگیرن تا جایی که ممکنه به تعویق میاندازنش. یه کار دیگه هم که مضطرب‌ها میکنن اینه که میان دائم در موردش برنامه ریزی میکنن، لیست تهیه میکنن. مثلا میخوان یه کاری رو انجام بدن، اقدامات و مراحل اون کار رو مینویسن یا میان اهدافشون رو مینویسن و با این کارشون به خودشون میقبولونن که خیلی خوب، یعنی به این باور رو به خودشون میقبولونن که خب ما یه کاری انجام دادیم امروز دیگه و با این کار از سطح اضطرابشون کم میکنن. در نتیجه میبینین که از کار عقب میافتن، همینجوری خودشون گول میزنن که خب ما یه کاری کردیم، یه اقدامی در جهت اون کار رو که باید انجام بدیم کردیم، ولی در واقع در عمل هیچ کاری نکردن، فقط نوشتن، فقط لیست تهیه کردن. گروه سومی که باز خیلی زیاد پرتکرار توشون به تعویق انداختن مشاهده میشه یا اصلا انجام ندادن یک کار، اون ایده پردازها یا رویا پردازها هستن. رویا پردازها یا ایده پردازها خیلی راجبه یک کاری که میخوان شروع کنن یا انجام بدن، راجبه طرحشون، راجبه برنامه‌شون زیادی فکر میکنن، بالو پر بهش میدن، تصویر سازی میکنن، رویا پردازی میکنن، در موردش با دیگران خیلی صحبت میکنن، بعدش میبینن که انرژیشون رفته، انقدر ذوق و شوق نشون میدن و انقدر رویا پردازی میکنن، انقدر در موردش صحبت میکنن، میبینن دیگه انرژی واسه کار انجام اون کار واقعی نمونده یا اصلا دیگه میبینن اون کار اصلا انجام نمیشه در واقع. پس این سه گروه خیلی بیشتر از بقیه به تعویق میاندازن، ولی گفتم در کل همه ما کلا تمایل به تعویق انداختن کارها داریم. اما چیکار کنیم؟ چه راهکارهایی به کار بگیریم که کمتر به تعویق بیاندازیم؟ که در ادامه براتون توضیح میدم که چه راهکارهایی موجوده که ما کمتر به تعویق بیاندازیم. راهکار اول برای مقابله با به تعویق انداختن کارها، راهکار اول اینه که اصلا کمالگرایی رو کنار بذاریم، چون در واقعیت هیچ چیزی به شکل کامل وجود نداره، هیچ چیزی نیستش که کامل بی‌نقص باشه. پس کمالگرایی رو کنار بذاریم. اولین قدمش هم اینه که پروژه سنگین ور نداریم، یا مثلا همین که میگن اهدافتون رو تقسیم کنین، خرد کنین. ببینید شما وقتی مثلا میخواین یه کار سنگین رو بلند کنین، یه سنگ بزرگ رو بردارین، حالا به اصطلاح قدیمی ها میگفتن دیگه سنگ بزرگ دلیل بر نینداختن است. یعنی مثلا فرض کنید کار بزرگی که میخواین بردارید مثل یه کوه میمونه، خب شما با خودتون تصور میکنید من این کوه رو نمیتونم جابجا کنم، یا اصلا جابجا کردن این کوه به این بزرگی یا به این سنگینی یا این پروژه به این سنگینی امکان پذیر نیستش. پس بنابراین پس این رو آروم آروم از نوک قله آروم آروم سنگ بردارم بچینم دیگه. پس بیایم اون رو تقسیم کنیم، خرد ورداریم، تکه تکه ورداریم و انجامش بدیم. مثلا این که میخواین، مثلا یه فروشنده میخواد یه پیج اینستاگرام فروش را بندازه، میادش چیکار میکنه؟ میاد برای خودش اگر کمالگرا باشه یا مضطرب باشه میاد میگه که خب این پیج باید اینطوری باشه، به این شکل باشه، این گونه باشه و خیلی سنگین و بزرگش میکنه. ولی راه حل اینه که شروع به اقدام بکنه، یعنی بار اقدام رو سنگین تر بکنه. به چه شکلی؟ این که فقط یک مرحله شروعش رو کوچیک کنه، بیاد پیج رو باز کنه و اسمش رو بذاره، این در واقع یک قدم رو برداشته. یا مثلا یک دانشجوی پروژه دانشگاهی داره، میگه خیلی خب این پروژه دانشگاهی بسیار سخت من انجامش بدم، 30 صفحه پروژه هستش، شامل این مراحل، نتیجه گیری داره، فلان داره، منابع داره و سخته. خب برای اقدام بیاد کوچیکش کنه. مرحله اولش چیه؟ فقط به نام خدا و مقدمه. این در واقع یک قدم به جلو رفته. این هم در کمالگراها جواب میده و هم در مضطرب‌ها. یعنی در واقع با خودشون میگن که خب ما یک قدمش رو انجام دادیم، کار استارت شد، کار شروع شد. پس یه راهکار اینه که ما بیایم چیکار کنیم؟ کار رو خرد کنیم، تقسیم کنیم، مرحله اولش رو انجام بدیم. و راهکار دوم اینه که خودمون رو مواجه کنیم با اون مرحله اول. یعنی یک جوری به اصطلاح قدیمی ها میگن که شیرجه بزن تو دل کار، خیلی سریع مواجه شیم با شروع کار. باز این مرحله
مواجه شدن با خود کار اگر ناگهانی باشه خیلی راحت تر میشه، به خصوص این قسمت برای مضطرب ها خیلی راحت تر هستش. مثلا فرض کنید که یکی یه عالم ظرف تو ظرفشویی داره. یه مثال خیلی ساده براتون بزنم، یه عالم ظرف تلمبار شده تو ظرفشویی، هی نگاه میکنه میگه خیلی خب من چجوری این ظرفا رو بشورم، اینا تعدادشون خیلی زیاده. اگر شیرجه بزن، اولا خردش کنه، همون راهکار اول که تکه تکش کنه، بگه لیوان ها رو میشورم. دومین راهکار شیرجه بزنه تو دل کار، یعنی مواجه شه با اون کار، خیلی سریع بره پای ظرفشویی و لیوان ها رو بشوره. دیگه نمیگه یه کوه ظرف مونده، میگه چی؟ اینجا دیگه میاد میگه که مقداری ظرف مونده در ظرفشویی که شامل پیش دستی و مثلا قاشق و چنگال و بشقابه. مرحله بعدی میاد حالا مثلا بشقاب ها رو میشوره، بعد میگه چند قاشق چنگال مونده اونم باید بشورم. پس کار به تعویق نمیفته و انجام میشه. پس گفتیم که دو تا راهکار، یکی این که خردش کنه، دو این که بیاد مواجه شه. همینجور که گفتم همه ما کلن خیلی تمایل داریم که به تعویق بندازیم به طور ذاتی دیگه، اما راهکارش چیه؟ اینه که بیایم یک، برنامه ریزی داشته باشیم، دو، اهداف خرد و کوچک کنیم، سه، اقدام کنیم، مواجه شیم باهاش. همین سه تا کار رو انجام بدیم خیلی راحت انجام میشه. برنامه ریزی هم به شکل لیست نوشتن مکرر نباشه، فقط یک برنامه خیلی جامع ازش داشته باشین که بدونیم میخوایم چیکار کنیم، بعد خردش کنیم و بعد سریعا مرحله اولش رو انجام بدیم.